برنامه شماره 372. این برنامه با همکاری محمودی خانساری و جلیل شهناز تنظیم گردیده. اشعار از مولانا، گفتار اقتباس از سیری در دیوان شمس دشتی، گوینده فیروزه امیرمعز. در شرابم چیز دیگر ریختی، در ریختی. باده تنها نیستی، آمیختی، آمیختی. چون بدیدی در سرم سودای تو، سودای توست، آمدی در گردنم آویختی، آویختی. دیوان گرانبهای مولانا جلال الدین برای صاحبدلان همیشه طرب‌آور، همیشه هموم‌انگیز، همیشه رویایی و تخیل پرور بوده است. دیوان شمس دیوان شعر نیست، غوغای یک دریای متلاطم طوفانی است. دیوان شمس انعکاس یک روح غیر آرام و پر از هیجان و لبریز از شور و جذب است. تنها نه منم جانا از بهر تو دیوانه، تنها نه منم جانا از بهر تو دیوانه. دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه. ای چشم و چراغ دل، روشن ز تو شد منزل. تو شمع همه محفل، من سوخته پروانه. تنها نه منم جانا از بهر تو دیوانه. دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه. امانت امیدن یا عزیز من جان دوستان.
ای چشم چراغ دل روشن ز تو شد منزل تو شمعت همه منزل من سوخته پروانه عزیز من امید منم من شیفته رویت دین کرد به پراپرده مجنون شده دیوانه یا عزیز من جانم روشن شود از فردا چون روی تو را بیند از شوق چنان روزی دیوانه شود یاره امانات جان امیدم جان عزیز من امانات جان جان
این بود شاخ گل شماره 372.